اصطلاحات را پایان کن. پایان کن لعنتی. Yıldız. Yıldız. به فکرم نشنیدی. با تو تکلیف اویلدار شوی میکنم. با من اویلدار میشوی بیاز. بیاز. گوش کن. میدونم که همه چیز ناگهان شد، اما من مدتی دراز می شود که این فرصت را انتظار بودم. وقتی مناسب را انتظار بودم، اما طاقت کرده نتوانستم. پرسیدم اویلدار شویم بیاز. بیاز. خوب هستی؟ به خود بیا. ایست بیاز. به کجا؟ قماندان زنده است. زنده است. یک طرف ایسته. یاری دهید. بردارید. یک طرف ایسته. تا بیار دخترم. نفس کش. زنده میمونی. زنده میمونی. تا بیار دخترم. تا بیار. زنده میمونی. تا بیار. یک جاسوس را پراندن. زود برازی در ماشین فرستید. زود باشید. زود ماشین بیاره. زودتر. تا بیار. نفس کش. زنده میمونی. نفس کش. زودتر. زود باشید. زود. نفس کش. تو زنده میمونی. یک طرف ایستا. شما هر دو اینجا ایستاده اطراف را تازه کنید. زود ظفر. ما را بیمارخانه بر. زود. همیشه دخترم. نفس کش. زخمی شد. برای نجات دادن ما زخمی شد. گل
ба ман пешниҳоди оиладоршавӣ кард. ба ман кард. фаҳмо чаро ба ман кард? уф. бо ман оиладор мешавӣ Беяз? сафсата нагӯ Беяз. ба худ биё. Беяз! Беяз! ай, ман девона шудам. овозашро мешунавам. Беяз, дар дарун ҳастӣ. медонам, дарро кушо. ӯ ба ин ҷо омадааст? Беяз, илтимос биё суҳбат кунем. як бор маро гӯш кун. узр мехоҳам Беяз. дарро кушо, суҳбат мекунем. Беяз! Беяз, гӯш кун, биё суҳбат кунем. ман гуфтаҳоямро бо ҷиддият гуфтам. шояд вақти гуфтан хато бошад, аммо гуфтаҳоям иштибоҳ надорад. агар ба ман як фурсат диҳӣ. гӯш кун Саваш, хаб кун илтимос. ман оиди ин чизҳо суҳбат кардан намехоҳам. метавонистӣ ки негӯӣ. ҳоҷат ба гурехтан набуд. ман ин хел гуфтанӣ набудам. ин тавр бошад розӣ ҳастӣ, а? не, яъне бале. Саваш, илтимос, сари ман гаранг шудааст, маро бифаҳм. ҳоло оиди ин гап назанем, баъдтар суҳбат мекунем. аҳамият наде. ҳақ ҳастӣ Беяз. ман беақлӣ кардам. барои мактаб ин қадар сиркор будӣ ва ман ба ин нигоҳ накарда ин мавзӯъро боз кардам. хато кардам. барои ҳамин ту ҳозир тамоми гуфтаҳоямро фаромӯш кун. боз аз паси корамон шавем. ба монанди пешина бимонем. охир дарди ман дар назди дарди кӯдако чакра аст. ҳамин хел нест? майлаш, ин хел бошад. ман меравам. ту бошӣ фикр кун ки ин гапҳо набуданд. фаҳмидӣ? ба тамос мебароем. худатро эҳтиёт кун. ташаккур. зафар, зудтар, зафар. зудтар. агар на духтар мемирад. خواطر نشوید جناب. زود میبرم. нафас каш духтарам, нафас каш. یلدزترو نجات داد. من بعد کلیچترو جستجو نمیکند. آن دختر برای من جانش را فدا کرد گل. معلوم است که خواهشش محافظت ما بوده است. همه گفته هایش درست بوده است. من حتی با او فرصت تشکرگویی هم ندارم. دکتر! دکتر هست! دکتر! زود باشد، زود باشد. حاضر، حاضر. تو زنده میمونی دخترم. خوبانه. آها. از طرف چپ قفس سینه‌اش تیر خورده است. تیر در درون است. خون میرود. حجره جراحی را تیار کنه. زود باشد، زود باشد. گل ایستا. هنگامی در اینجا بودن کلیج و ظفر تو با جتیم رو حجت پولاد رو از نظر گذرون. مادامی که کلیج پولاد رو همچون فرهاد دیدنی است، ما هم خواهشش رو اجرا میکنیم. مایلش، من حال میکنم. تشکر. چی شد ظفر؟ یلدیز چی حال دارد؟ با حجره جراحی در آوردم. من آدمانم آن را پرسیدنیم که اطراف را تازه کردن یا نه. تو به درون برو. الو، روزی خوش، من اسرا دهن هستم. با جناب کلیچ پیوست کنید. جناب کلیچ نیست خانم. میگویم که زنگ زدید. فهمو، تشکر زیاد. خدایا توبه. این آدم کجا شده باشد؟ خطا نکنید. از دیگرگونی ها مرا خبردار کنید. گوش میکنم. الو ظفر، سلام. من اسرا. بفرمایید.
چند روز باز با کلیچ به تماس برآمده نمیتوانم. بسیار خاطر شدم. یگان مشکلی هست؟ نه ما ادای وظیفه میکنیم. وظیفه همون رو اجرا کردم و بیمارخانه برگشتیم. برای همین جواب ندادیم. چی؟ در بیمارخانه با کلیچ یگان گپ شد؟ نه خانم اسرا، قماندان کلیچ خوب است. یک نفر همان رو پروندم. او رو با بیمارخانه آوردیم. ها همین خیل. او کیست؟ میشناسم. چی گویم؟ یک نوکار است. شما او را نمیشناسید. یلدیز گفتن این نوشاگرد است. نامش رو چی گفتی؟ یلدیز. خانم اسرا. الو خانم اسرا، مرا میشنوید؟ بله گوش میکنم. زنگ زدنم رو با کلیچ بگو. یلدیز؟ خدایا توبه. یلدیز همون دختر است. آخر او همون دختر است. اینقدر سال به حساب آدمانش را از دست داده است. اما در چنین احوال باری هم ندیده بودم. آخر یک نوع شاگرد است. چرا این دختر اینقدر مهم است؟ برای چی به قماندان کلیچ این دختر اینقدر مهم است؟ نفهمیدم. دکتر جراحی چه خیلی گذشت؟ تیر رو گرفتیم اما خونش بسیار ریخته است. زنده میماند. آخر تیر را برآوردید. زنده میماند گویه دکتر. یگان چیز گفتن بسیار دشوار است. وضعیتش خطرناک است. اما از خدا امید داریم. قماندان یک طرفی است. گم شوید. شب کن. زبان دراز شده است. تمام شب خواب نکرده کارها را به آخر میرسانی. تو تنها خواب کردن رو میدونی. قسم میخورم همه گفته هایتان را اجرا کردم. من تو خواب نکردم. تو کی را فریب میکنی ها؟ با این خلل میرسانی، با من خلل میرسانی، با زن خانه خلل میرسانی. دیگر کار نداری. این همان است. باوری داری؟ همین است جناب. در آخر دخترش را یافتیم. دمیر با اویلش در زادگاهش است، اما اون نیز به مانند این مرد رزیل است. خب آن به ناموس را یافته نیست کنید. در زادگاهش گر کنید. بعد تو چی کاری که گفتم اجرا کن. اگر بار دیگر سرپیچی کنی گوشهایت رو کنده میپرتویم. رفت. تو کی هستی ها؟ در اینجا من سوال میدیم. ران ای نکن. چرا با من این کل میکنی؟
آخر و یتیم است. با من این خیر رفتار نکن. تو چی میگویی حیوان؟ گوش کن. من برای یافتن آن دختر 5 سالم را صرف کردم. 5 سال این سرزمین را قدم به قدم در زدم. حیوان، وقتی که یافتم تو بر این سگ او را میزند. پدر سگ، اکنون دیگو با همین دستت زدی. با همین دستت زدی. دیگو التماس نکن. نکنم ها؟ از این برمی آید که با این دستت زدی. با آن دستت زدی. با این دستت التماس زدی. نکن. التماس نکن. کپیدی حیوان. تولو میکنم ببخش. بار دیگر تکرار نمیکنم. من فکر کردم که کسی ندارد. من یتیم دانستم. دیگر تکرار نمیکنم. او صغیره نیست. صغیره نیست. وای دختری زنی دوست داشته ای من است. وای دختری یگانه ای من است. وای به صاحب نیست لعنتی. یلدیز دخترم، پزمان شدم که تو را دخترم بگویم. زندگی میکنی دخترم. به تو یگان چیز نمیشود. تو دهن هستی. صحت خواهی شد. دکتر 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 دخترم میمیرد. دکتر نگذارید که او بمیرد. خواهش میکنم ببرون بره. التماس نگذارید. التماس ببرون بره. دکتر من نمیرد. دکتر جانان، هر دویمان خشتی اول را در اینجا میگذاریم. از شهرداری همین که خبر آید 1 دقیقه هم انتظار نمیشویم. باید بسیار کار کنیم. بسیار. آیاز، وقتی که جناب حسن در چنین احوال باشد به کار شروع کردن ما خوب نیست. آخر تو هم کیفرات رو شنیدی. ژتم جناب حسن رو تعقیب میکند. کار رو کمی وقت خوب گذاریم چی؟ درست. من این رو فراموش کردم جانان. با اکم زنگ میزنیم و طبق وضعیت کار میکنیم. من آمدم. باز آمد. برای کار چیزهای لازمه را گرفتم، اما در آخر ماه حساب میکنیم برای آن که اینها در کار استفاده میشوند. پیش از همه خیلی که وعده دادیم نامم را میگذارم. جناب طریق؟ بله جناب طریق، چون که همه مرا جناب طریق گوید. از همین سبب نوشتن نسبم لازم نیست. بعد به قفای کرسیم انا این را کنی داره پجان یاریده کنی انا این را میآویزم تاب ده پجان که سر ایوانو چرخ نزند. خدایا توبه. این را با قفای میزم میآویزم. چه خیل است. بعد گفتنیم که این اثر زیبا را به درآمدگاه آویزم. آرایشات مهم است. از همه آخران که خیلی مهم است اپا جان با من یاریده. آنه این است. بس سکنون بس. اینجا را به بازار تبدیل دادی. جمع کن اینها را. سفسطه نگو. گوش کن ایاز جان، من انسانی هستم که عقل تاجری دارم. این سر تجارت است. ما این را به همه نمیگوییم. طریق جانی عزیز، یک لحظه با من میایی؟ میایم. خلاص طریق جانی عزیز، تو اینها رو به من مفصل نقل کن، اما اول قهوه بیار تا که با حضور صحبت کنیم. قهوه بیار؟ این چه گفتنی گپ است؟ گفتنی هم که از قهوه خانه پایان قهوه گیرو بیار و بعد از تجربه های بی‌مثلت استفاده بریم. ایاز جان، برای این کار پول علاوگی نمیگیرم. چرا؟ چون که ما یک عائله ایم. باز قهوه رو نریزانی.
خوش آمدید. خوش آمدید اکی حسن. خوش باشید. چه حال داری اکا؟ سلام دخترم. یگان مشکلی است؟ امیدوارم تنجی است. نه همش خوب است. ژتم مرا تعقیب نمیکند. بله، از بس که وزارت مدافع تفتیشات گذران تمام عملیات ها را قطع کرد. یعنی خطری نیست. هی جوانها، خدا از بیکار بیزار است میخیر نیست. من این لایحه را ببینم. ایاز، یک لحظه دارم. تنجی است اکا؟ من گفتنی بسیار مهم دارم دادرم. آیدی بیاز است. احوالش چگونه است دکتر؟ دلش را تکرارا به کار درآوردیم، اما احوالش تا حال خوب نیست. اگر این شب را اثر گذراند امیدوار میشویم. انتظار شده میبینیم. خدا شفا دهد. سلامت باشید. من رفته از قهوه‌خانه 2 قهوه میارم. رقص شما را انتظار است. از بالای سرم دور شو. حالا نمی شود. با ما امر دادن، ما باید اجرا کنیم. حالا نمی شود گفتم مگر کر است یه مرد. آرکچی میخواهد حاضر نزدش روی. چی شد اکا؟ این مسئله ای که به بیاز دخل دارد چیست؟ ایاز بیا بشین. برای چی شینم اکا؟ ایاز بشین گفتم. اکا گپ زن چی شد؟ به بیاز یگان گپ شد؟ او در کجاست؟ به خواهرمان چی شد؟ ایاز، تو برای من جان و جگر همه چیزم هستی. به بیاز چیزی شد ها؟ چیزی شد؟ به سرش بلایی آمده است ها؟ اول آروم شو ای بچه. تو گناهگاری، به همش تو گناهگاری. چرا او را تنها به استانبول فرستادی؟ خواهرمان کجاست؟ به بیاز چی شد؟ وای خواهرمان نیست، ایاز نیست. او بیاز نیست. تو چی ها میگویی اکا؟ او بیاز است. آخر او خواهرمان است. جاسوس کلیج بوده است. برای یافتن من به داخل ما واردش کننده است. او بیاز نیست. اکا به حرمت خدا، تو چه ها میگویی؟ چه خیل جاسوس؟ او بیاز است اکا، بیاز. آخر به یاد دار در سر مزار کودک غریب چه خیل با ما گریه کرد. او اگر خواهرمان نمی بود اینقدر با هیجان گریه نمی کرد. وای جاسوس نیست، بیاز است. خواهری خودمان است اکا. ایاز، این را فهمیدم برای تو آسان نیست، میدونم. برای چی به من دروغ میگویی؟ ها؟ انسان مگر دادرش را فریب میکند؟ حتی به دشمنش هم روا نمیبیند. این حقیقت است. این را باید قبول کنی. حقیقت همین است. او بیاز است اکا. خواهرمان است. من او را یافتم. حتی یافته به نزدت آوردم. در یاد داری؟ مستحکم ایستادار. ما حالا نمرده ایم. پیدا میکنیم. بیاز را پیدا میکنیم. خواهرمان را پیدا میکنیم. اکای ایاز؟ حالا وقتش نیست خواهرم. از پس کارت شو.
آیاز بسیار فکری خوب کرده است. بیاس خوش آمدی. خوشبخت باشه دپای جانان، مبارک شود، بسیار زیبا شده است. تشکر زیاد. بیا بشین. یکون چیز نوشیدن میخوای؟ چی بیارم؟ نه دفعه آینده خدا خواهد می نوشم. برای تبریک کردن با هدیه می آیم. من برای دادن دعوتنامه آمدم. برای مکتب کورها آدمون خیرخواه را جمع میکنیم. از آن دعوتنامه به من هم ده دخترم. اگر بیاید بسیار خرسند میشوم جناب. آخر ما هم به شوربایتان کمی نمک اضافه کنیم. اگر انسان خیریه را رد کند بدان که آن آدم به خودش خیر ندارد دخترم. در واقع همه خوب است دپای جانان؟ بله خدا را شکر. برای چی پرسیدی؟ اکای ایاز آنقدر خوب نمی نماید. با شما روزی خوش. روزی خوش دخترم. بیاز جان تا بازدید. خیر جانم. فهمه. مرا ببخشید. التماس مرا ببخشید. ترس داشتی؟ یعنی فرهاد را کشته ای؟ همینطور با راحت خواب میکنی. ترسی تو با آخر رسیده است. بسیار گپ نزن آرکچی. برای اینها من وقت ندارم. از این برمی آید که وقت نداری. همین خیلی است کلیچ. خوش وقتی که به تو وظیفه ها را دادیم خوب بودی. و این چی میگویی؟ گوش کن آرکچی. آیدی حیات چند چیز را به تو میگویم. به تو با شعر زخمدار بازی نکن نگفتن؟ و سگت بگو که قفا رود. گوش کن آرکچی. حیاتت در بالای این کرسی به آدمان امر داده کشور را به مانند لختک بازی کنان گذاشته است. از یکون چیز خبر نداری. مرا فهمیدی؟ به تو یک درس میدیم. اگر خواهی که شیر زخمی را بکشی باید زود باشی، وگرنه در یک لحظه به معده‌اش جای میشوی. میفهمی یا نه؟ تو انسانی ترسانچک هستی که شیر شدن نمیتوانی. همینطور بی عقلم هستی کلیچ. تو اگر شبی تنها خوک زخمی میشوی. بله خوک زخمی که به اطراف و به هر کس حمله می کند. تو هیچگاه به مانند شیر دانا شدن نمی توانی. به تو وظیفه خوبی بالایی را دادم، لیکن تو باشی چیکار کردی؟ چی کردم؟ به مانند شکارچی بی عقل از قفای فرهاد دو تاز کردی. اکنون به آخر رسید. دیگر تو نیستی. یعنی که برای خلاص کردن خودت دیده و دانسته مرا به خطر میگذاری. همین خلاص جنابی هلدون؟ اما تو با صابونی من حالا جامشویی نکرده ای. بچه کوفتت خودت میافتی. از پدرم چیزی رو که گرفته باشی همش رو برگردانده میگیرم. در این خانه به مانند روزی اول با پای افزولی شکاف و بالا پوشی دریده میمانی هلدون جان. تو نیستی. چی گفتنی گم است؟ از من روی میگردانید؟ تو را اصلا بسیار قدر کرده ایم. تو را در خیالمان کلان کرده ایم. تو به مدح و ثنای ما سزاوار نبوده ای. این قدردانی را سری بی مغزت برداشتن نتوانست کلیچ. آرکچی گوش کن. مرا استفاده نخواهید کرد. در نصف راه نخواهید گذاشت برای آنکه من کلیچ دهن. تو کلیچ دهن قاتلی که کسی را خواهی
در میسی راه میگذاری. دیرم و چشمانت را پرده خونین گرفته است. اکنون سلاحت را گذاشته برآمده رو. چی؟ در اینجا سلاحم را گذاشته با دستانی خالی برآمده میروم، همین خیل است و به من ضرر نمیرسد، همین خیل است. میدانم که مرا نابود میکنید. من این همه را درک کردم. گوش کن، کارهایی کردن در نزد کارهایی میکردم هیچ میشود، فهمیدی؟ حالا در اینجا سببی بگو که تو را نکشم. به من سببی بگو که با یک تیر مغز سرت را به دیوار نچسبانم. خوب. یک سبب. خوب. دوست داشته هایت کی؟ مثلا کی؟ دخترت. دخترم؟ بله دخترت. در یاد داری؟ و تو ندیدت را میبینی و نشونیدت را میشنوی گفته بودم. نترس کلیچ. از اینجا زنده برآمده میروی. خاطر نشو. معلوم نیست، شاید خطایی کرده ای ما را اثبات میکنی. اما همین را فراموش نکن که تیر از سلاح برآمده است. ذره وقت نداری. این چیز؟ عریضه جدا شوی. برای مال و ملک را به نام خود گرفتنم این شرط بوده است. ادوکات همین خیل گفت. من این خیل شدنش را نمیخواستم ایپک. اگر مجبور نمیشدم میکردم. تقدیر بوده است. این تنها در کاغذ است. ما زن و شوهر میمونیم تا مردن همین خیل میمونیم. رویت را ترش نکن. یگان کس بیند فکر میکند که در خانه ما ماتم است. خیر فهمو. البته همین خیل است. ولی باز میدونی همچون زن شنیدنی کلمه جدا شوی با کس سخت میرسد. هیچ گپ نیست. آخر تو نجات میابی کو. من غمگین و دلگیر شوم هم مهم نیست. بیا امضا کن و این کار رو بر وقت با او رسونی. امضا کن. از کرده هایش چنان پشیمون بود. اما در اول باور نکردم. با کلیج فرهاد گفته پولاد را تسلیم کرد، لیکن برای فریب کردنش غضبناک بودم. اما مرا رو افتاده کرد. وقتی که پولاد مرا به نشان گرفت یک لحظه هم فکر نکرده مرا نجات داد. حالا باشد در بیمارخانه است. زنده ماندنش در گمان است. یعنی نامش یلدیز است. مثل بیاز پاک و بیگناه نیست. رفتارش ساخته بود. چه خیلی ما را فریب کرد. یلدیز که ای خدا. یلدیز، دختر من، دخترم. با من ده مادر جانش. دخترم، او را یلدیز می نامیم. چرا؟ ببین به مانند ستاره می درخشد. ستاره دلم شود. دفنه؟ چی شد؟ امروز روز خرسندی ماست. اگر با من یگان چیز شود با دخترمون صاحب میشوی. با تو یگان چیز نمیشود. با چون این چیز راه نمیدیم. میخواهم که برای تو چقدر قیمت داشتنم رو بدونم. من برای چقدر که قدر داشته باشم دخترم هم برای همون قدر قدرناک میشود.
آخر من دویم و زنی دویم بودم. دفنه، آید این بارها صحبت کردیم. گوش کن، میدانی که از اسرا جدا شده نمیتوانم. پدرش کریر و آینده من است. میدونم، من بعد این رو بسیار خوب میدونم کلیج. اما میخواهم که به من وعده دهی دخترم رو خوب نگاه و بین بکن. ببین، او دختری توست کلیج، او دختری توست، دختری تو. میلش دفنه، وعده میدیم به طوری موی دخترمان ضرر نمیرسد. وعده میدیم. دخترم چه خیلی که وعده دادم دفنه. به طوری موی یلدی ضرر نمیرسد. او را دائما محافظت میکنم. جناب خانم اسرا در اینجاست. تعب خیره داشت. مگر یلدیز را میشناخت؟ تو در اینجا چی کار میکنی؟ این همان دختر است ها؟ تو چی میگویی اسرا؟ این همان دختر است، دختری تو. با سفسطه میخوانی. این خیلی نیست. این تو سفسطه میگویی کلیج. چخیلی که دخترت رو میدونم، مادرش رو نیز میدونم. یعنی او دفنه است. تو این همه را از کجا میدانی؟ وقتی که مست شده به خانه می آمدی بارها آیدی آن زنی دوست داشته نقل می کردی. در دستم گریه کنان می گفتی. تا سحر نقل عشق شوهری دوست داشتم رو تا سحر گوش می کردم. اما من از تو تنها یک کلمه رو انتظار بودم. تنها یک کلمه خورد رو می خواستم. اما کلمه یک طرف ایستاد. حتی برویم نمی خندیدی. تو تنها برای دفنه گریه میکردی. گریه با چشمانم نگاه کرده گریه میکردی. من با همین سر زندگی میکردم. هر روز تو خاطر رسان میکردی که من زن نیستم. من خودم رو هیچ حس میکردم. از اینجا برآمده رو اسرا. برا میداند پدرش بودنت رو گفتی. از دستش گرفته او رو سیر کناندی. به باغچه بردی. در روزی اولی سرشوی مکتب در بری او بودی. با او مادرت رو بسیار دوست میدارم، دیوانه‌وار دوست میدارم گفتی. اسرا برو. چی خیلی که او رو دوست داشتی سبش رو دوست نمیداشتی؟ چیزی که نباشد او یک پاره زنی دوست داشته است. او رو همچنین دوست داشتی. حقیقت چی؟ حقیقت را گفتی. چیزهای ندانسته‌اش را فهماندی. گفتی قلیچ دهن گفتی. اسرا بساز. گوش کن، تو را میکشم اسرا. فهمیدی؟ تا این وقت صبر کردم. قسم میخورم که تو را میکشم. برا از اینجا دفع شو. یلدیز دخترم، به بین ما کسی نمی درآید. تو و من
تنها هر دویمان ستاره این عالم خواهیم شد دخترم. شاید تو حالا مرا نمیشنوی. دوشنبه پروداکشن با آمدن وقتش به نزدت برآمده همه چیز را نقل میکنم. به وعده‌ای به مادرت دادم وفا میکنم. اگر آرکچی 7 اژدر و حتی تمام دنیا را بزیدم برارت هم مرا مغلوب کرده نمیتواند. تو را تا به مراد نرسانم کسی مرا غالب نخواهد شد دخترم. جناب شما به کجا؟ من همراهتان بیایم. این دفعه نمی شود ظفر، این دفعه نمی شود. آدمان بسیارند اما من تنهایم. بگذار بیایم. در اینجا بودنم را بغیر از تو دیگر کسی نداند. فهمیدی؟ در دوام 2 روز به یگان جای نمی روی، حتی نفس نمی کشی. تا نیست شدنی این آدمانی که در این حجت هستند با کسی وا نمی خوری. اطاعت قماندان. عالی. حالا رفته مکان آدمان را معین کن و زود به من خبر ده. 2 روز وقت داریم، تنها 2 روز. کارها به آخر رسیدند. این نسخه دیگری حجت است. چرا که عوض کردن در کار باشد همش رو کردم. برای اقرار کردن کلیچ کفایه حتی بر زیاد است. از یلدیز یگون خبر هست؟ همان است. تا حال برای زنده ماندن مبارزه میبرد. حقیقت رو گفتی. امروز همان روزی گم شدنی بیاز را به یاد آوردم. آن زخم چنان نو بوده است که گویا از نو زخمی شده. من خودم را به یافتن بیاز با اویله نو شدن چنان بخشیدم که چشمانم کور شده. با این خطایم میتوانستم اکم را از دست دهم. کاری شده گذشت. بیهوده خودت را خسته میکنی. بین، من شکرانه میکنم که اکاد و تو زنده هستید. به شما یگون چیز نشده است. باری دیگر بیاز را گم کردم جانم. حالا باز به اول برگشتم. باز با دردهای پیشینه روبرو شدم. ولی به خونهش برگشته است. انیق در خونهش است. فهمیدم. هدف در 3 دقیقه از بین برده می شود. شما به دیگر هدفها دقت کنید.
سالی ناممکن است. یاری دید سالی با یاری تجلی زنگ زنید. تو حال همون چیز رو فکر میکنی فرهاد. این حسیات رو فراموش کن. با جانان چنان رفتاری بد میکنی که ایاس هم درک کرده است. جانان گناه ندارد. این رو تو هم میدونی. در سرم همه جنباز شده است. درست است. چرا جزای پدرش رو به دخترش دهم میگویم، اما کار رو به دلم گذارم میگویم نمیتوانم. ساعت هم به وقت شد. در این ساعت در اینجا ایستادنتون خوب نیست. اگر خواهید شما روید. خوب شده است. جانان بیا میرویم. اینجی از جنوبی حسن چی شد؟ تعقیب کردن قطع شده بود گفتید. آخر خلیج کسی را نمیکش گفتید. بله قطع کرده شد. چی شد؟ صالح کرد را کشتن. کمی پیش خبرش اومد. حتی در پیش زنش پراندن. رقم 06 اتای ایر 95 برای اسکیشهیر برآمده است. فهمیدم. لبای برادر، در اینجا چی گپی هست؟ اگر عملیات میگذراندند با ما هم خبر میدادند. این کشتار ابلهانه را بغیر از زیتم دیگر کسی نمیکند. این کاری آنها هست. وقت را نگذرانده آدمانی به نشان گرفته اشون را آگاه باید کرد فرهاد. اکنون خیلی دیر شد. سرحد تویگر کمی پیش در درون ماشینش کشته شده است. افسوس او را نیز از دست دادیم. خدای توبه، چیکار میکنیم فرهاد؟ اول آرام شوید. معلوم است که به شکار برآمدند. باید آنها بر این فکر کرده با مانند آنها رفتار کنیم. گل گوش کن گل، تو تلفن در ماشین جناب حسن بوده رو بکن. میخواهم که جایش را ببینند. فهمو. جناب حسن، شما امشب همراه ما میستید. اینجا به خطر است. کسی جای شما را نمیداند. این خیل نمیشود. وقتی که برادرانم را کشند من در اینجا ایستاده نمیتوانم. با این مجبور هستید جناب حسن. دیگر چاره نداریم. جناب افق و حمید رو به جای به خطر بردم. برای خلاص کردن دو کسی دیگر کوشش میکنم. تا به نزد آنها رفتن بسیار دیر میشود فرهاد. برای پیشگیری کردن این کار یک راه است. هر چیز زودتر باید جمع شویم. تو حجت‌های انسان‌های در هدف بوده را داری؟ برای تفتیشات وزارت مدافعه همه حجت‌ها از جتم گرفته شد. در کدام حجره بودنش را نمیدانم.
کشتار ناگهانی تمام کشور را به حیرت گذاشت. حالا مسئولان ساحت در مورد جستجوی قاتل قرار دارند. алло йигит шунидӣ хабарҳоро? ман ҳам нав хабардор шудам. барои чӣ ба мо хабар надодед зафар? ман ҳам аз радио фаҳмидам. чӣ қумандон килич аз берун бо дигар гурӯҳ ҳамкорӣ карданд? не, имрӯз бо арақчӣ суҳбат кард. аз беморхона сароси мавор баромад. аниқ ин корро ӯ кардааст. дар танҳоӣ кардааст. қилич ба шикор баромадааст. оиди дигар ҳадафҳо то ҳол ягон хабар нест? таҳқиқ мекунам кумандон. мин ба ҷой ва хонаи ту инҷо аст. агар амаки камол маро пайдо кунад сахт оташин мешавад. натарс, дар ин ҷо ягон кас ба ту зарар намерасонад. ин ҷой бехатар аст. мо туро муҳофизат мекунем. духтарҳо чӣ? онҳо ҳамаро намеёбанд? натарс, дар ин ҷо ягон кас ба ту зарар расонда наметавонад. хонум узнур, биёед фарзандонам. мӯйҳоят чӣ хел зебост. ҳамроҳи мо бозии пинҳоншавакон мекунӣ? ҳамроҳи онҳоро. онҳо оилаи нави ту ҳастанд. ба сараш ягон муаммо наояд. бо диққат бошед. аммо дар ин ҷо вазниҳои ҳаётро ёд гирад. шумо бо амрҳои кардаи ман ҳаёташро шакл диҳед. бо омадани вақташ ба артиш медарояд. ба имтиҳонҳо дар омаданаш кифоя аст. ман ҳама чизро ташкил мекунам. кӣ ва дар куҷо будани маро ҳеҷ гоҳ надонад, аммо боз дар охир ба назди ман меояд. гӯё ки ҳама чиз тақдир бошад. ҳар як ҳарфи гуфтаатонро иҷро мекунам, зарраи шубҳа накунед. аммо чӣ? маро бубахшед, вале маҷбурам ки бигӯям. яъне падараш буданатонро донад, ӯро пурқувваттар намекунад магар? ҳоло он қувваро дар худ ҳис намекунад. ҳоло не. шояд дар оянда шавад. шояд ягон вақт нашавад. шояд ягон рӯз ба наздат бароям. ҳама чизро нақл мекунам духтарам. аммо то он вақт чӣ хеле ки ваъда кардам муҳофизатат мекунам. ҳеҷ гоҳ таркат намекунам. ҳеҷ гоҳ. кумандон. бигӯ. боз як хабар гирифтам ҷаноб. خوبم نبود. چرا؟ اکای سواش به یادم اومد. به یادی تو هم؟ چرا تو هم رو فکر میکنی؟ نه من وای شبی کمک کنی رو فکر میکردم. اپای بیاست لبای رویت گرم است. وقتی که شرم کنم از آنی من هم گرم می شود.
مادر؟ بر رویتان چی شد؟ هیچ. دیروز به در زدم. پدرم؟ باز چی گپ شده است؟ سواش، مرا با دقت گوش کن. یگان روز اویلادور می شوی. جانون نشد، اما البته یگان کسی دیگر می شود. لیکن هر کسی که نباشد او را سخت دوست دار. فهمیدی؟ با شخصی دوست نداشتت اویلادور نمی شوی. با من وعده دی. شما چی سفسطه می گویید؟ وعده دی برای اون که اگر با شخصی دوست نداشتت اویلادور شوی، نه تو و نه او خوشبخت می شوی. در اویلادوری به عشق یکی دویما پایمال می شود. گریه کرده به دل می گیرد. طرف دیگر باشد از انسانگاری بیرون می براید. چشمانش را نفرت می گیرد. برای همین دوست دار پسر، التماس با من وعده ده. مادر، شما خوب نیستید. عصبی شده اید. شما اگر به نزد دکتر روید بسیار خوب می شود. زودتر زودتر. با تلفن خونه‌اش جواب نمیدهد. در اتوبوسش هم نیست، برآمده است. تلفن ماشینش چی؟ استفاده نمیبرده است. پس با کجا رفته است؟ با چوبوک رفته است. با چوبوک؟ با کجای چوبوک رفته است؟ نمیدونم فرهاد. با چوبوک میروم گفته برآمده است. ماشین سیاه ورزشی داشته است. در دستمان تنها همین معلومات است. یعنی در آنجا ماشین سیاه ورزشی رو جستجو میکنیم؟ نقشه همون همین. این طور باشد در همینجا انتظار میشویم. شاید بیاید. فرهاد چرا میستی؟ این کلیچ است مگر انتظار میشود؟ زود ماشین رو به کار درار میرویم. گرم است، یعنی در همین اطرافی. ایست جانم، تشکری زیاد. میزهای در قهوه خانه بوده رو برآوردیم دخترم. اگر کم باشد از شراف‌الدین هم گیریم. مایل شکای کریم، تشکر. حالا میبینیم. کجا شد این بچه؟ آیا دیروز من مناسبتی سخت کردم؟ اوف. زودتر. باید راهی نفستان کشاده شود. زودتر. باید دیر نکنید. زودتر. بیاز. ببخش دیر کردیم. فهمو هیچ گپ نه، ما هم نم سر کردیم. وای، در ما دل شکستگی نیست نه؟ نه سواس جان، برای چی؟ خیر، اینها کیستند؟ اینها سورپریز شام هستند. حالا این شام میبینی. فهمیدم. خوش کی برمیگردید؟ شکر میکنم. معلش، تشکر زیاد. جنابی توفان در خارجه بودند. بعد یک هفته می آید. با این شکر میگویم گل. در 7 ساعت 2 شهید شد و سیمش تاب نمیارم. آمدیم. احتیاط باش گل. تو کیستی؟ چی گپ است؟ ران. با کجا ران؟ ران گفتم.
در کادان سوزن میکوبیم گل، وقتمون رو بیهوده میگذرانیم. آخر از این فکری خوب داریم. فرهاد، شاید همین باشد. آه ایستاد. کنی رفتیم. نه، این نبوده است. فرهاد، کلیچ. این کلیچ است. سر آن شخص رو به نشان گرفته است. زود رفتیم. زود باش. پسر جانم، این چیست؟ مادر؟ برای چی از پدرم جدا می شوید؟ برای ساختکاری پسر جانم. برای به تمام این مال و ملک صاحب شدن باید به نام خودم کنم. ادوکات ها همین خیلی میگویند. چلی که میدونی مادر جانم، صاحب یگانه این خانه، ماشین و از همه مهمش شرکت است. حالا صاحبی نصفش است، اما اینش را نیز حل میکنم تا خاطر نشم. برای کار خواهنم. ایست. حالا خبرهای خوشم با آخر نرسیده است پسرم. اکنون مادر جانت به پسر جانش، به شیرینکش وظیفه بزرگی مدیری را میدهد. مادر، آن کار نمیشود. میشود. اصل بر این میشود. من مثل پدرت نیستم. از دست دهن آن مدیری رو طلب کرده میگیرم. فهمیدی؟ مادر، این کار در حقیقت نمیشود. برای چی؟ برای اون که من کار دارم. من بعد نمیخواهم که به شما محتاج شوم. این چه گپ است محتاج بودن؟ تو در کجا کار میکنی؟ تو در پس چی رو پنهان میکنی طریق؟ پسرم، این چیست؟ با کار به مانند غلام ها خوراکت رو میبری. پسرم، مگر تو در گوشه دهقان یا در بازاری کاروان به کار در اومده ای؟ مادر، من قرار دادم که خودم به پایهایم راست نیستم. اگر لازم آید در گوشه دهقان یا انشاءات کار میکنم، اما در آخر آدم میشم. آدم. یک، دو، سه، چهار. اکای جمیل، شما با مغازه شیرینی استو هستیم روید. وای با ما شیرینی تیار کرده بود، همه رو بیارید. میلش؟ خوب فهمیدم. گوش کن، در اینجا روی خط می اومدگی ها هست. صاحب کار سعدالله گونیر، صاحب کار لطفی ایبو، صاحب کار سید الکیش. همین خیلی دور و دراز می رود، همش می آیند. سواش، با من نگاه کن. تو این همه آدمان رو به زوری بیا نگفته یا؟ سفسته نخون. تو هم مثل آدمانی این محله شدی یا؟ فراموش کردم. باید با صاحب مغازه عثمان برای نوشاکی ها می خوردم. اما با او میزیبد. اپا، یگان موسیقی عاشقانه نوازین. بسیار گپ نزن داناچه. نوازید، آهنگتان رو گوش میکنم. تولا میکنم، مرا نکش. حالا دختری خردسال دارم، پگاه 5 ساله میشود. بین، این لختک را برای او گرفتم. زنم بیمار است. اگر با من یگان چی شود، حالی دخترم چی میشود؟ تولا میکنم برای خاطر جان دخترم مرا ببخش.
دختکی زیبا بوده است. البته تو را میفهمم. انسان برای دخترش همه کارا میکند، همین خیلی نیست؟ برای همین زنده میمانی و میکشی. انا امروز همان روز است. متاسفانه یکی از ما زنده نمیماند. غمگینم، چون که آن مرده تو خواهی بود. چقدر مانعنده شویم فرهاد؟ نمیدونم گل، نمیدونم. دیر میکنیم فرهاد. فرهاد مگر تو؟ مگر ما دیگر راه داریم؟ اگر نشان را خوب گیرم به این خاتمه میبخشیم. فرهاد احتیاط شو. اینها به کجا رفتن؟ به اون طرف با فکرم. توالو میکنم با من رحم کن. نه برای من بلکه برای دخترم میگویم. اگر با من یگان چی شود دخترم پریشان میشود. راه گرد، راه گرد، راه گرد. بزانو خدایا التماس نگذار که دخترم یتیم ماند. دخترم مرا سخت پزماند. خدایا توالو میکنم. نه نمی شود ایاز. در کتاب من به مانند مرغ ترسانچک نشستن نیست. باید یگان کار کنم. جنابی حسن گوش کنید. من با اکام وعده دادم. التماس باز کمی صبر کنیم. کمی پس خوشخبر میشنویم. الو ایاز باید زود بیایی. حکومت شهر برای این حجت ها مشکل پیش آورده است. حالا نمیتوانم جانم. اینجا کارها مشکل شده. بدتر زنگ میزنم. آمدم. اما کی صراف تحسین یگان خبر هست؟ نیست که حسن. خواستیم که دربارتون باشیم. خوب هستی حسن؟ من خوب باشم چی می شود امک؟ دو دادرم با تیر بیناموسان قربان شدند. این خیلی نگو حسن. آنها در راه حق جان باختند و شهید شدند. این نه به همه نصیب می شود. خدا رحمت کند و جایشان جنت باشد. خوب شد که شما آمدید. من یک کاری خیلی مهم دارم. جنابی حسن به شما امانت. مالش تو را من در همین جا میستم. خدا حافظ. در اینجا چی کار میکنید؟ از شما میپرسم
در اینجا چیکار میکنید؟ عملیات‌ها قطع گردیدند. از خبرها شنیدیم که به هدف بوده‌ها نابود شدند. همینطور ما هم تعقیب کردیم و دیدیم که به نزد ما شما برآمدید. اینجا از کماندون چی گپ است؟ هیچ گم نیست. چیزی که لازم بود همان را میکنم. یاری در کار است کماندون. باقی مونده‌اش رو ما حل میکنیم. به یاری احتیاج ندارم. تا اینجا به کمک آمدم. با باقی مونده‌اش نیز خودم دوام میدم. مادامی که اینجا آمدید، این جسد را نیست کنید و بار دیگر به نظرم نتابید. زودتر حرکت کنید. بیمون رود. جنابی طوفان در خارجه و جنابی حسن باشد بی خطر است. با کسی ضرر رسانده نمیتواند. وقتی دوستان جانی هم در آنجا بمیرند من در اینجا نشستن نمیتوانم. تحسین، من این حسیات را بسیار خوب میدانم اکاس. حتی در آغوش جان داده باشد آن وقت هر نفسی کشیدت به مانند کار سینه‌ات را ریش میکند. تاجیکان دیگه تقدیم میکند. و تمکین بودن فایده دارد حسن. اگر دانم که از دستت یگان چیز می آید و دانم به آنها مانع شده می توانی و تو راه می گفتم حسن. رفته آنها را خلاص کن می گفتم حسن. اما این باشد معنای تو را به آتش پرتافتن است، دیگر چیزی نیست. برای همین صبر کرده انتظار شو حسن، انتظار شو. چیکار کردی بشیر؟ با مدیر معماری با خورده توانستی؟ آدمانمان برای گرفتن رفتند. بسیار خوب. در قدم اولی دخترم که مانع شده است میبینیم. فکر میکنم یگان چیز عوض نمیشود. وای به این هیچ راضی نمیشود. برای چی؟ آدم جندن هالدینگ درسترش آدم قلیج دهن است. نمیخواهد که قلیج به او راضی شود. اگر شخصی از ترس حقیقتش را فروشد، خریدن حقیقتش ذره دشوار نمی شود بشیر. عریضه را دیده به حیرت افتادم. با سبب های احمقانه لایحه برای انشاء نارسایی دارد گفته مهر زده موضوع را محکم کردند. پستی لعنتی ها، هنوز بسم الله نگفته چه خیلی که جناب حسن گفتن به ما مانع شدند. اکنون چیکار میکنیم ایاز؟ این حالا همین خیلی است. غمی جناب حسن به این هم زیاد است. باز او را بیشتر غمگین نسازیم. مایلش خوب شده است، اما من یک عریضه دیگر می نویسم. از اکای فرهاد یگان خبر هست؟ نه، یگان خبر نیست. جانان اگر خبری شنوم به تو زنگ میزنم. خوب شده است. بله خانم پیچلی، از بس که تا به اینجا آوردید فکر میکنم که موضوعی مهم است. شما را گوش میکنم. بله مهم است. با شما اویدی رخصت انشاءات خلق صحبت میکنم. من لایحه رو از نظر گذراندم. یگان نارسایی نداشت. فکر میکنم که شما تکرارا از نظر گذرانده قرارتون رو عوض میکنید. ناممکن است. ما میخواستیم که نارسایی هایش را گشاده روشن بگوییم، لیکن باید به قاعده رعایت کرد. اویدی کدام قاعده گپ میزنید؟ قاعده در قانون نوشته شده یا اویدی قاعده های کلیچ سخن میرانید؟ شما چه گفتنی هستید؟ آشکارا میگویم. از طرف جندن هولدینگ قیمت آن زمین ها رو میدونید. آن جای رو به کلیچ یعنی به سوش دهن دادن آینده رو به خطر کردن است. همین طور نیست؟ اینها سفسطه است. شنیدن نمیخواهم. خطا فهمیدید. من تنها میخواهم که الترناتیوه ها رو نیز ببینید. بعضا دو طرفه کار کردن خوبتر است. اگر یک طرف افتد، طرف دویم شاخه تکیه کننده می شود.
این هدیه‌مان رو قبول کنید. طلای تازه است. نرخش با معاش 900 کارگر برابر است. شاید معاش 7 یا 8 ساله شماست. لطفاً بگیرید. این هدیه رو همچون نشانه دوستیمون قبول کنید. شاید برای خاطر دوستیمون لایحه رو از نو دیده میبرید. چی فکر دارید؟ الو الو طوفان، من حسن کرد هستم. گپ زدن میتوانی؟ ذره نترس. اما من به این هم نمیترسم حسن گرگ. تو کیستی؟ دشمنی دوستت گویم. دوستی برچه در نزدم ایستاده است. برای نکندن پوستش به چشمانم نگاه میکند. قلیچ، این تو هستی بی ناموس، بی شرف. اگر دل داشته باشی بنزد من برا. حسن، اصلا اگر تو دل می داشتی در کنج خانه پنهان نمی شدی. زود به نزدم می آمدی. به حسن گرگ واهمه چی شد؟ حسن گرگ که از تیر نمی گریخت و قهرمان خلق بود. همش همین قدر بوده است. فکر نکن که من ترسیدم قلیچ، اما برای با تو مبارزه بردم زنده ماندم. برای یک نفر بسیار حالا نفس میکشم. مایلش حسن، بسیار خوب. مادامی که این قدر جسور هستی به تو یک تکلیف دارم. بین، من تنها شکار میکنم. تنها یک سلاح دارم. آمده؟ رفیقت رو خلاص کن. من این سکوت را میشناسم حسن. سکوتی ترس است، همین خیل نیست؟ میدانی که این سکوت گوشی انسان را کر میکند حسن. برابر کلانسال شدن نرمدل شده ای. دلت به مانند خمیر شده است. اگر وقتهای پیش می بود 1 ثانیه هم انتظار نشده برای خاطر رفیقت به پیش تیر می برآمدی، همین خیل نیست؟ نمیترسم حیوان، مرا انتظار شو. برای شکستن آن دستان افلاست می آیم. بسیار خوب، اما من شرط دارم. چه خیلی که من تنها باشم تو هم تنها می آیی. با کسی خبر ندی، فهمیدی؟ اگر ذره شبهه کنم به دوست طوفان الوداع می گویی. با تو بر این جلاد چه خیل باور کنم؟ تنها بودنت را از کجا دانم؟ بغیر از باور کردن دیگر چاره ای نداری حسن. 1 ساعت وقت داری. این را هم با فکر کردن نگذران. تستر. السلام علیکم برادری فروشنده. و علیکم بر سلام. السلام علیکم. خدایا توبه، با فکرم نشناختم. براری کار. با پیش پایت نگاه نمی کنی؟ طریق؟ سواش، تو در اینجا چیکار میکنی؟ اینها چیست؟ با تو چه دخل دارد؟ تو در اینجا چیکار میکنی؟ من
من بیرون از شهر زمین را میجویم، انشاءات خود را میسازم، شرکت خصوصی میکشم. ها تو با کوسه سفر میکنی؟ در درونش چی هست؟ لوبیا؟ نه، لوبیا را باید پیشکی در آب تر کنی. تخم است، میخوری؟ نه، سلامت باش. حالا همین خیل. بله. این خیل باشد من میروم. من هم میروم. تا بازدید. تا بازدید. سواش یک قدده؟ نه. سواش افلوس، سواش خواهین. خده های پلاستیکی میارند. باز یگان کمبودی هست؟ نه اکا سلامت باشید. فروزانکا رو بیارند بس است. فروزانکا رو بیارند با من خبر ده. کمی باشد هم مهندسی رو میدانند. جوانی خوب، سلامت باش. برای چی؟ من چی کار کردم؟ بعضا تربوز خام میبراید، بعضا سرخ. تو هم خیل بوده ای، پس تو هم همین خیل بوده ای جوانی خوب. این طور نگوید. من چی کار کردم؟ همین خیل است. اگر مکتب برقرار شود با واسطه تو می شود، بس ایمای آن کودک خنده از نو برقرار می شود. سلامت و زنده باش. تشکر. نوشاکی ها تیار. کمی پس شیرینی رو نیز میارند. همه چیز تیار است. یگان کمبودی نیست. وای سواش لبای بیاز. من با تو یک گپ دارم. بله گوش میکنم. خیلی بله. بله؟ بله چی؟ اخیر بله. جوابم پیشنهادت بله. بله. چی خیلی یعنی؟ برای اویله دار شدن راضی هستی؟ با من اویله دار میشوی بیاز. آیاز اویله نیز به مانند تو ساده بوده است. کم ترک دیگر مانده است. انتظار شو. آیاز هم اومد. جنابی حسن در کجاست؟ ماشینش را در بیرون ندیدم. چی خیل؟ در درون بود، حالا نبر اومده است. حسن باز کاری میکرده اش را کرد. جنابی حسن رفته است. نیست. ایاز تلفن. الو مرکز. چیکار میکنیم؟ در حقیقت گور میکنیم. سفسطه نخوان گل. آخر نجات داده نتوانستیم. اقلا به مرده اش صاحب شویم. با اویلش خبر میدهیم و مخفیانه دفن میکنیم. دخترچه‌اش خردسال بوده است. در سال بیاز که گم کرده بودیم. من بعد به رسم نگاه کرده به یاد میآمد. تو چی کاری که از دستت آمد کردی؟ از دستم باید کاری خوبتر می آمد گل. الو فرهاد. اکی حسن نیست، رفته است. چی خیلی نیست؟ با کجا رفته است؟ نمیدانم. وقتی که ما در باغچه می نشستیم از در خفا برآمده رفته است، اما با تلفن صحبت کرده است. با کی زنگ زده است؟ مرکز نامش را نگفت، اما رقم در دست من است. زنگ میزنم جواب نمیدهد. زود به من رقمش را دهید. میگویم 245. 245؟ نه این رقم را نمیشناسم.
یک دقیقه. این رقم خانه جناب طوفان است. این سحر زنگ زده به تماس برآمده نتوانسته بودم. آخر جناب طوفان در خارجه بود گل. این ناممکن است. کلیچ او را بدام گرفتار میکند. این کاری کلیچ است. کلیچ یا خدای توبه. با تو دست نمیرسانم گفته قسم خورده بودم، اما این دفعه کار دیگر است. برای پراندن نامرد قسمم را ویران میکنم. یا بسم الله. اوف تلفنی ماشینش را نیز کندن. دیده و دونسته این مرد به مرگ می رود. اکرم بخیلیش مانع شدنی بود. برای چه انتظار نشد؟ اکه حسن با غرور است. جای نازک وی همین است. همین طور به خشم آورده است. قبول کردن نتوانسته است. در اینجا با دست و پای بسته نشستن وزینه کرده است. او را تنها نمیگذارم. با ما خوبی زیاد کرده است. او را تنها نمیگذارم. ایاز ایستا. خدایا خودت مددگارشان باش. اگر این دفعه هم دیر کنیم توب نمیارم گل. کلیچ التماس نکن. کلیچ نکن. کلیچ. برای چی دفنه؟ برای چی کردی؟ تو را دائما دوست داشتم دفنه. دوست داشته هایم را کشتم. دشمنهایم را کشتم. برای کرسی کشتم. برای پول کشتم. اما این دفعه برای تو میکشم دخترم. تنها برای تو. اکنون بیا حسن. زود بیا. خون تنهاییش جامونو پر کرده. زندگی دنبال من و تو میگرده. آغوش من بی تو هی سردتر میشه.